بیماری‌های قلبی همچنان عامل اصلی مرگ در جهان است و هر سال میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری‌ها نه تنها زندگی افراد را کوتاه می‌کنند، بلکه کیفیت زندگی را نیز به شدت کاهش می‌دهند. دیابت نوع 2 که زمانی بیماری بزرگسالی محسوب می‌شد، اکنون به طور نگران کننده‌ای در کودکان و نوجوانان شایع است. این تغییر نشان دهنده تغییرات نگران کننده در سبک زندگی و رژیم غذایی ما است. میزان سرطان همچنان در حال افزایش است و سایه ترس و عدم اطمینان را بر افراد و خانواده‌های بیشماری می‌افکند. این بیماری نه تنها جسم بلکه روح و روان افراد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری‌های مزمن نه تنها برای سلامت فرد ویرانگر هستند، بلکه بار سنگینی را بر دوش سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی و اقتصاد ما نیز می‌گذارند. هزینه‌های درمانی بالا و نیاز به مراقبت‌های طولانی مدت، سیستم‌های بهداشتی را تحت فشار قرار داده است. چه چیزی باعث این همه‌گیری بیماری‌های مزمن می‌شود؟ این سوالی است که محققان و متخصصان به دنبال پاسخ آن هستند. در حالی که ژنتیک نقش دارد، عوامل سبک زندگی، به ویژه رژیم غذایی، به طور فزاینده‌ای به عنوان عوامل اصلی شناخته می‌شوند. انتخاب‌های غذایی ما تأثیر عمیقی بر سلامت ما دارند. رژیم غذایی استاندارد غربی، سرشار از غذاهای حیوانی و فراوری شده، چربی‌های اشباع و ترانس، شکر و نمک، دستورالعملی برای فاجعه است. این نوع رژیم غذایی به طور مستقیم با افزایش بیماری‌های مزمن مرتبط است. این الگوی غذایی همراه با سبک زندگی کم تحرک، طوفانی کامل برای توسع بیماری‌های مزمن ایجاد کرده است. کمبود فعالیت بدنی و مصرف غذاهای ناسالم حیوانی خطر ابتلا به این بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. خبر خوب این است که ما قدرت تغییر مسیر را داریم. با انتخاب‌های سالم‌تر می‌توانیم سلامت خود را بهبود بخشیم. با تغییر این الگوی غذایی مزرد و پذیرش یک رویکرد غذایی کامل و گیاهی، می‌توانیم خطر ابتلا به این بیماری‌های مزمن را به طور چشمگیری کاهش دهیم و حتی در بسیاری از موارد پیشرفت آنها را معکوس کنیم. این تغییرات می‌توانند زندگی ما را بهبود بخشند و آینده‌ای سالم‌تر برای نسل‌های بعدی فراهم کنند. دکتر کالپر تأکید می‌کند که محصولات حیوانی، به ویژه گوشت و لبنیات، می‌توانند به طور مستقیم به بیماری‌های عروقی منجر شوند. کاهش مصرف این محصولات می‌تواند به بهبود سلامت عروق و کاهش خطر بیماری‌های قلبی کمک کند. رویکرد پزشکی سنتی به بیماری‌های مزمن اغلب بر مدیریت علائم و کاهش سرعت پیشرفت از طریق دارو و جراحی متمرکز است. این روش‌ها اگرچه می‌توانند در کوتاه مدت مؤثر باشند، اما معمولاً به جای درمان کامل تنها به کاهش علائم می‌پردازند. این مداخلات نجات بخش هستند، اما اغلب در پرداختن به ریشه مشکل ناکام می‌مانند. این به ویژه در مورد بیماری‌های مزمن که نیاز به رویکردهای جامع‌تر دارند، صادق است. بسیاری از بیماران احساس می‌کنند که درمان‌های سنتی تنها به علائم سطحی می‌پردازند و به علت اصلی بیماری توجه نمی‌کنند. این می‌تواند منجر به ناامیدی شود. به عنوان مثال، ممکن است برای یک بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 داروهایی تجویز شود، اما مقاومت به انسولین زمینه‌ای که اغلب ناشی از رژیم غذایی نامناسب حیوانی و انتخاب‌های سبک زندگی است، همچنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. تغییرات در رژیم غذایی و سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت دیابت داشته باشد. به طور مشابه، یک بیمار مبتلا به بیماری قلبی ممکن است تحت عمل جراحی قرار گیرد، اما بدون توجه به عوامل غذایی و سبک زندگی در معرض خطر رویدادهای قلبی آینده باقی می‌ماند. تغییرات در رژیم غذایی به یک رژیم گیاهی کامل و فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به بهبود وضعیت قلبی کمک کند و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند. این رویکرد واکنشی و متمرکز بر درمان، اگرچه گاهی اوقات ضروری است،
اغلب باعث می شود بیماران به جای اینکه شرکت کنندگان فعال در سفرهای درمانی خود باشند، احساس کنند گیرندگان منفعل مراقبت هستند. این امر چرخه وابستگی به دارو و مداخلات پزشکی را تداوم می بخشد که اغلب با عوارض جانبی قابل توجه و بارهای مالی همراه است. دکتر کلاپر اشاره می کند که محصولات حیوانی مانند گوشت قرمز، لبنیات و گوشت‌های فراوری شده می توانند به بیماری‌های عروقی منجر شوند. این محصولات اغلب حاوی چربی‌های اشباع کلسترول هستند که می توانند به انسداد عروق و مشکلات قلبی منجر شوند. بخش چهارم، به چالش کشیدن برگشت ناپذیری. برای مدت طولانی، بسیاری از بیماری‌های مزمن برگشت ناپذیر تلقی می‌شدند و بیماران به یک عمر مصرف دارو و کاهش سلامتی تن می‌دادند. این دیدگاه بدبینانه نه تنها برای بیماران ناتوان کننده است، بلکه پتانسیل بهبودی و تغییر واقعی را نیز محدود می‌کند. مفهوم فارماکواسکلروز که برای توصیف سخت شدن شریان‌ها ناشی از داروهای خاص ابداع شده است، متاسفانه فراتر از قلمرو فیزیکی است. این نشان دهنده سخت شدن تفکر ما. این باور است که این شرایط صرفاً یک نتیجه اجتناب ناپذیر پیری یا ژنتیک است و هیچ کاری برای معکوس کردن آنها نمیتوان انجام داد. حقیقت این است که بدن ما به طرز قابل توجهی انعطاف پذیر است و با توجه به شرایط مناسب ظرفیت ذاتی برای خود درمانی دارد. علم نوظهور جزم برگشت ناپذیری را به چالش می کشد و نشان می دهد که بسیاری از بیماری‌های مزمن را می توان متوقف کرد و در برخی موارد حتی از طریق اصلاحات سبک زندگی در درجه اول تغییرات غذایی معکوس کرد. دکتر کلاپر تأکید می کند که محصولات حیوانی نقش مهمی در ایجاد بیماری‌های عروقی دارند و حذف آنها از رژیم غذایی می تواند به بهبود سلامت عروق کمک کند. بخش پنجم، قدرت غذا به عنوان دارو. ضرب المثل، بگذارید غذا داروی شما باشد و دارو غذای شما. منسوب به پزشک یونان باستان بقراط هرگز مرتبط تر از این نبوده است. قرن‌هاست که فرهنگ‌های سنتی ارتباط عمیق بین رژیم غذایی و سلامتی را تشخیص دادند و از غذا نه تنها برای امرار معاش بلکه برای درمان نیز استفاده کردند. علم مدرن اکنون در حال جبران است و شواهد فزاینده‌ای را برای حمایت از قدرت غذا به عنوان دارو ارائه می‌دهد. مطالعات نشان دادند که یک رژیم غذایی کامل و گیاهی می‌تواند طیف وسیعی از بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، چاقی و انواع خاصی از سرطان را پیشگیری، درمان و حتی معکوس کند. این رویکرد غذایی سرشار از میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات، غلات کامل، آجیل و دانه‌ها، یک کوکتل قوی از مواد مغذی، آنتی اکسیدان‌ها، فیبر و مواد شیمیایی گیاهی را فراهم می‌کند که به طور هم افزایی برای ارتقای سلامت و مبارزه با بیماری‌ها عمل می‌کنند. با پارک کردن بدن خود با این نیروگاه‌های تغذیه‌ای می‌توانیم یک محیط داخلی ایجاد کنیم که بهبودی را تقویت می‌کند و رشد می‌کند. دکتر کلاپر اشاره می‌کند که محصولات حیوانی می‌توانند به بیماری‌های عروقی منجر شوند، زیرا چربی‌های اشباع و کلسترول موجود در آنها می‌توانند عروق را مسدود کنند و جریان خون را محدود کنند.